بین اپوزیسیون و حکومت قانونی صلح برقرار گردید شد. 27 یونی سال 1997 از اونجایی از همون سال تا اینجایی روزی 27 هم روزی صلح و وحدت حکومت جمهوری قید میکنن و اعلام میکنن هم روزی پرازدین اعلام میکنن. شیطان در بین درآمدن دو گروه یا به مقابل یکیشون کردن. نباش هرشون در میدان حضوری بودن. همشون توجیه بودن. چی فرق داشت ملت؟ این اوضاع گشته سیان کو یکون کم بودی نیست. میشد که هم وقت کردن. میشد لیکن نکردن. طول 28 سال میشود که در تاجیکستان استقرار صلح بسته شده است و وحدت ملی جشن گرفته میشود. یکی از روزهای تاریخی تاجیکستان میباشد. نتیجه همین صلح و وحدت ملی را ما در همین میبینیم که پیش از همه دوری خیلی تینجی آرامی همدیگر فهمی رشدی از یک طرف اقتصادی اجتماعی فرهنگی همه آن دیگرگونی و پیشروی که در مملکتی ما به عمل آمد همه این به شرافیت همین امضا شدن سازشنامه صلح و وحدت ملی بود. تشکر. میان کدام طرفا همین سازشنامه صلح با امضا رسید؟ سازشنامه صلح میان حکومت جمهوری تاجیکستان و اتحاد مخالفان حکومت جمهوری تاجیکستان از دو طرف این را گویم آنها درک کردند که به این جنگی به معنی که عاقبتش برای نابودی خلق ما هست به این خاتمه دادن در کار بود. صلح بستن ایران کسی بود نه؟ او روزا بود فهمیده بودم و یادم برام زدم. خاطی مملکت دیگه نمیدونم نکی. اگر تمنا داریم که جنگ نشود، تنجی باشد، آسودگی باشد.